بیا با یه اعتراف شروع کنیم. همه ما یه جورایی داریم یه نقش رو زندگی میکنیم. نه توی فیلم بلکه توی مغزمون. نقش من مهم، من درست، من کافی. حالا سوال اینه، وقتی اضطراب میاد این زنگ خطر برای تو به صدا در میاد یا برای نقشت؟ سلام، به کانال پادکست خودشناسی خوش اومدید. دیدگاهی که قراره بررسی کنید ریشه اضطراب رو نه در اتفاقات بیرونی بلکه در همین نقش بازی درونی و نوع تفکر ما میبینه. این دیدگاه میگه اضطراب بهای سنگینیه که ما بابت زندگی کردن در یک توهم ذهنی میپردازیم. ما اسیر یک سیستم فکری خودساخته ایم و اضطراب تظاهرات فیزیکی اون اصالته. تصور کن یک لباس تنگ و گرون قیمت رو از بچگی تنت کردن و بهت گفتن تو فقط با این لباس ارزش داری. این لباس همون هویت فکری توی. این هویت مجموعی از ارزش‌ها و اعتبارات قراردادی که از جامعه، خانواده و انتظارات درونی ما سرچشمه میگیره. این لباس رو کسی برای ما ندوخته. خود ذهن ما برای بقای خودش اون رو اختراع کرده. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینه که این لباس با واقعیت هستی جور در نمیاد. واقعیت هستی دائما در حال تغییر و ناپایداره. دنیا دائما در حال حرکته. اما اون هویت فکری که ما ازش ساختیم میخواد در برابر این سیل تغییر ثابت و امن بمونه. اضطراب صدای پاره شدن دردهای این لباس. وقتی شرایط بیرونی با اون ارزش‌های اعتباری در تضاد قرار میگیره، وقتی ازت انتقاد میشه، وقتی یه بحران مالی پیش میاد، اون کسی که ضربه میخوره وجود واقعی و رها شده تو نیست. اون تصویر ذهنی تو هست که داره فرو میریزه و فریاد میزنه. اضطراب در واقع ترس از محو شدن این توهم هویتیه. این هویت فکری که دائم داره از فروپاشی میترسه با چی تغذیه میشه و چطور خودش رو توی ذهن ما زنده نگه میداره؟ با یک چیز به اسم تفکر زائد. تفکر زائد توهمیه که در لباس اندیشه متجلی میشه. این یعنی افکاری که بی حاصلند اما ما اونها رو جدی میگیریم و باهاشون زندگی میکنیم. این تفکر زائد انرژی و سوخت مورد نیاز رو برای هویت فکری فراهم میکنه. چرا ما این کار رو میکنیم؟ چون برای ذهن ناآگاه هیجان آلوده اضطراب و درگیری فکری بهتر از سکوت و تهی بودنه. ذهن ما به این درگیری محتاج شده. ما اضطراب رو نشانه ای از مهم بودن و مورد توجه بودن میدونیم، حتی اگر این توجه منفی باشه. این تفکر زائد باعث میشه که ما نتونیم لحظه حال رو ببینیم. ما در موقعیتی زندگی میکنیم که رو به گذشته و آینده است، اما لحظه اکنون رو کاملا نادیده میگیره. در نتیجه زندگی در یک ابهام و تیرگی دائمی میگذره. اضطراب نتیجه طبیعی زندگی در این تاریکیه. اگر اضطراب نتیجه طبیعی بازی هویت فکری و تفکر زائد باشه، پس راه حل قطعی پایان دادن به این بازی و انحلال منبع تولید اضطرابه. این یک عمل فیزیکی یا یک تکنیک موقت نیست. یک تغییر بنیادی
در ساختار آگاهی ماست که از درون شروع میشه و به صورت یک نتیجه قطعی اضطراب را از بین میبره. ما به جای اینکه بپرسیم چگونه اضطرابم را درمان کنم، باید بپرسیم چگونه از بردگی این هویت و این تفکر زائد خارج شوم. با تمام وجود به خودت اجازه بده که ببینی این تصویر فقط یک مجموعه ای از تعبیرات ذهنیه و وجود واقعی نداره. تو مجبور نیستی این نقش رو بازی کنی. این لباس رو آگاهانه از تنت در بیار. بپذیر که حتی اگر اون تصویر نابود بشه، وجود عریان تو همچنان باقی میمونه و امنه. وقتی فکر مضطرب کننده‌ای به ذهنت اومد، فقط متوجهش شو و بدون درگیر شدن بگو این فقط یک فکر زائده. باورش نکن و اجازه نده روی احساساتت اثر بذاره. هر چقدر این کار رو بیشتر تمرین کنی، ذهن روشن‌تر و آرام‌تر میشه و اضطراب کم کم جای خودش رو به آرامش و حس آزادی میده. این تمرین مثل روشن کردن یک چراغ در اتاق تاریک ذهن و شروعی دوباره بدون بار فکری ایجاد میکنه. اگر این ویدیو و پادکست برات مفید بود و دوست داری همراه من در این مسیر بمونی، با لایک و سابسکرایب منو همراهی کن. خوشحال میشم نظر و تجربه های خودت رو در کامنت ها به اشتراک بذاری. تا قسمت های بعدی، بدرود.